اومد چون من میسم هستم و اومدم با یه پارت جدید گیم پلی بازی ماینکرافت و من ماینکرافت رو بس کردم چون که ماینکرافت اصلی لگ میداد و امیدوارم این ماینکرافت هم مثل ماینکرافت قبلی حال بده و شما هم سرگرم ویدیوهای من بشیم. لیتس گو ادامه بدیم به بازی. میشه پرنشاد میام به خاطر شما تو بازی. خب بله چه روستای گنده ای هست. حالا ما چوب بخوایم، چوب اون بالای خوبه که توی اولین ویدیو هم چیزام نمیفته، دستام توی این ویدیو نمیفته و پایین نشون کردن. هدف ویدیو هم پیدا کردن دایموند. بالا برو دیگه. اگه میخواد بازی بعدی یا هلو بیبر بریم یا گرنی کامنت ها رو پر کنید پر یا بازی یا چیز دیگه. کامنت هم بنویسید موقع دیدن ویدیو و چیزای دیگه. با این که چیزای زیادی ندارم ولی تمام تلاشم رو برای سرگرم کردن شما میکنم. خوب کم گرفتیم کیبل بسازیم. خوب عالی تر از این نمیشه. ببخشید اگه دوربین جابجا میشه. تبر میسازه برای کندن چوب راحت شه. یه شمشیر و یه کلنگ کارو میسازه. اگرم دایموند پیدا نکردم ویدیو رو میریم سمت این کوموها که نبینیم کجا کوه هست. هیچ چنگاری کنی ولی باز میدونیم باز با تبر کرد راحت تر میشه کرد. یوسی چه جامپی زد. ای چوبم بسویم صدای که بکن بده. آره بزغاله نمیروسن تو به به بیفش بابم که هست کشته به همین وقتا کسی میده میخواد سیاه ندارش. اگه بخواید گیم پلی 2 نفره این بازی هم میریم. گیم پلی این بازی 2 نفره هم میریم. فقط کامنت ها رو پر کنید که بریم یا نریم. اوه چقدر خوب بچه. من اینجا شمشیر نیازم وقتمون که کامل شد دوباره بزاله.
نیاز به سنگ دارم. 3 تا گوسفند اینجا. سنگ و زغال. یا حسین اینجا کوه نیست، از کجا زغال؟ ها سنگ اینجا هست. چند تا بود؟ 3 تا بچه بود. یعنی با اون یکی هونه هاش این خیلی برام خوب افتاد. یعنی ببینید 7 تا و گوشت ها رو نگاه کنید. گوشت ها کو؟ ها؟ گوشت؟ آیناش 14 تا گوشت ناکر دو تا تونش پر میکنه بنده. آها بچه ها کو پیدا کردیم. سوک داره گلابی میخوره. بچه ها شانستون تو این ویدیو چقدر خوبه که کو پیدا کردیم و هدف دایموند یکم آسان تر شد برامون. ولی احتمال نداره دایموند اینجاها باشه. ولی امیدوارم که زغال پیدا شد. از اون بالا همه جا رو میبینید. سنگار میکنیم. بالا زغال پیدا میشه. آفرین اینا زغال. شانس خوبه چقدر زغال. بچه های زغالا فکر نکنم تموم شه یا خوبه زغال پیدا شد. شب نشه. باید سنگم جمع کنم و دایمه رو باید با آهن بکنیم. منظورم اینه که با کلنگ آهنی و آهن هم سخت پیدا شد. پس این ویدیو تقسیم بر 2 پارت میشه که یه پارت داریم وسایل جمع کنیم و اون یکی پارت داریم آهن. بریم بالا. این رو هم میخوام. این اینجا مرغم. اینجا برای ما پله ساختم. دمشونم بیارم. من زیاد حالم ناجور نیست و با این حالی که من ندارم ولی بازم برای شما به عشق شما میام ویدیو میذارم. اون یه نفر هست اسمش امیر محمد نجفی. خوشحال میشم حتی اون هم فالو و سابسکرایب کنید. من اونو فالو دارم، سابسکرایب هم دارم و اونم فالو کنید. اونم ویدیوهای خوبی میذاره. من از ویدیوهاش راضیم. امیدوارم همیشه سرحال بیاد سر ویدیوهاش و ویدیو بگیره. امیدوارم که این ویدیو ببینه و خوشش بیاد. بچه ها امیدوارم از اولین پارت ماینکرافت خوشحال باشید تا پارت بعد ماینکرافت ماینکرافت یا 3 تاشه یا 2 تا. بله چون که پیدا کردن کار ما رو سخت میکنه یا آره دیگه. تا ویدیو بعد لیتس دیوریت. خدا نگهدار شما. خدا